بکیرم که به ادمیرال توهین شد. من اصلا با این شخص کاری ندارم. تموم شد. بره استریمشو کنه. بره 4 نفر دیگه بکنه. فکر داداش تو کسی بودی که 40 تا ویور داشتی. بازم داره میگه جی پی یو. کس دارم. کس. جی پی یو. Make این سایت آپارات ان وقت مسابقه است. دومین دوره مسابقات استریمر برگزیده سال آپارات گیم از 26 تیر ماه شروع میشه. بکیرم به تخمم. بابا کیره خرد. بکیرم به تخمم. یه برم. استریم دراما داریم. جانمونید. استریم دراما داریم. از بچه‌ها بیان الان حجت هسته. دو دقیقه صبر کن بچه‌ی دیگه هم میان. من دارم وقت می‌خرم ساعت 7 شد. برنامه‌مون ساعت 7. هوا چطور بچه‌ها؟ هوا چطوره؟ خفه شو. بیشتر و بیشتر بگیری. ببین حجت داره دوست داره روزی 15 ساعت استریم بذاره. حجت خیلی آدم کیریه تخمی استریمریه که مثلا شاهین هم اومد وسط این وسط گفتش که آقا من خب مثلا شاید مثلا بخوام آقا یه پول نیاز دارم. خودم همینطوره مثلا شاهین آقا یه پول نیاز دارم پس من به خاطر این قضیه مجبورم بیام استریمر المانا رفته این که هر چی بیشتر پول و بیشتر دیده بشی پس میشی استریمر برتره. ولی استریم یه قانونی داره. یه قاعده‌ای تو کل حالا دو اصلا ایرانش رو میگیم کاری نداریم. همه استریمرها یه استریمر تازه‌کاری بیاد روزی 24 ساعت جاز چت بذاره. ویدیوهای آریو کیوکستر خودم مثلا شخص من الان استرسی که استریم میکنم من استوری مود پلیرم 3 میلیون تومان پول بازی رو دادم. اومدم بازی پیش خرید کردم گیمیو که 9 ماه دارم خودش رو ویورام میدم. این تومن 15 میلیون هزینه میکنم سر تبلیغات گیم استوری مودم. 2-3 میلیون تومان هر سری گیم استوری مود میام میرم از خارج گیمو تهیه میکنم. خودم پارم دهنم سرویس میشه. دوست ندارم شو استریمرای طلایی همون چی میگفتن استریمر چی میگفتن پارسالش الان طلایی شده اسمش. استریمر طلایی و الماسی حالا همین دوتا بتونن رأی بدن به استریمرها برگزیده. آره به استریمرها بتونن رأی بدن. این خیلی خوبه چون استریمر که دیگه یارو نمیتونه خیلی حرفش منطقیه داداش. این حرفش که اینش خیلی خوب بود که مثلا من علی کامیکس میرم به محمد استرس رأی میدم. این درصد رأی خودم هم یه رأی بالایی رأی میدم. من از علی خوشم میاد. من نه اصلا هم علی داره اشتباه میگه هم شاهین داره اشتباه میگه. آقا من استریممو اینجوری حرفه‌ای میبینم که روزی 4 ببین حجت خیلی استریمر نه یا 10 ساعت استریم کن ویور از تو خسته بشه. مثل سگ قوی استریم کن. متوجه چی میگم؟ بعدش محمد منظورم سیاست‌های کلیه. میتونن آقا یه اتاق فکر تشکیل بدن از آقای شاهین ایکمن، حجت، محمد، ملینا بلک، فلان، بیسار، فرمان، آقای ایکس، آقای ایگرگ. یه اتاق فکر باشه آقا مام جمعه استریم بکنیم دوباره همین 3-4 تامون. شما شب شما همین امشب نه امشب همه میکنم. جمعه اوکی میکنیم. ولی آقا من 12 شب مثلا میام. آقا شاید اصلا ما همین امشب اوکی کنیم. اینکه بچه‌ها رو در جریان بذاریم جمعه خوبه. چه ساعتی؟ هر تایمی بابا بالا ما همایی میکنیم دیگه.
آپارات. سلام دوستان، امروز اومدم تا چند تا حیوان رو معرفی کنم که مغز ندارن. چی گفتن؟ حرفی که زدن این بود، گفتن اوکی شما دارید میگید امسال مسابقات نرمال نیست، ال نیست، فرپلی نیست، پی تو وینه، ال بل فلان پیساره، ما سال دیگه اوکیش میکنیم. آقا سال دیگه که امسال شده یه چیز شده تقریبا مثل همون پارسال، اصلا چیز جالبی نیستش. بعد پیروزم که با استریمر رو صحبت کردیم چون خیلی یهویی بود، خیلیاتون نبودید ولی الان دیگه همتون هستید، یعنی دیگه همتون حرف خودتون رو میزنید، حالا یا تایید میکنید طرف اونا یا دارید میگید ما داریم اشتباه میگیم. من به بچه‌ها هم گفتم اصلا یه حالتی شده آدم مجبور میشه که یه سری کارا رو انجام بده، ولی هم گفتم اگه مثلا من الان 11 شب 12 شب لایو میشدم تا صبح، الان بعد یه جوری دیجور ساعت 3 و نیم 4 صبح خوابیدم که بتونم 12:01 بلند شم استریم کنم، میدونی؟ و الان احساس میکنم که بعد یه روز جنازه ام الان پشت سیستم باشه. الان یه سوال بچه، انقدر برای چیز سایت آرمانی همه چون نگاه بکنید، پارسال کلن از بیخ و بن مشکل داشت مسابقه، هیچکی به یه ورش هم نه، به یه ورش هم نبود، پیار سالش هم داره به جای میرسه. ما استریمرای آپارات کلن کامیونیتی درستی نداریم، یعنی هیچکی با هیچکی دوست نیست واقعا. آپارات یعنی واقعا بچهای توییچ خیلی با هم اوکی ترن، خیلی رفیق ترن، ولی بچهای آپارات اینطوری نیستن و نمیدونم منو رید کردن، حمایت کردن، دمشون هم گرم. ولی حالا وسط این جدا از حرف این مسابقات یه صحبتی با خود آقای استرس داشتم اون شبی که شما با آقا علی بودین و فکر میکنم آقای حجت یه استریم گذاشته بودین و آقا علی گفتن که آره بیاد استریمرهای تاپو بیارید، خانم مینا ولیک هم بیاریم. بس شما خندیدی. البته مینا خانم من میگم علی چی نگو، میگم این نبود چون محمد خودش به من بعدش گفت ادمین شما به خودش اجازه داد که برگشت گفت اسم دختر نیارید تحریک میشین. فکر می‌کنن یه دختر نمیدونم دونیت میشه، حالا چون نمیدونم دختر دونیت میشه، اینطور نیست. پس بیگزماگ استریم میکرد با اون همه ریش برای چی دونیت میشه؟ هر کسی چه ویور چه ادمین چه استریمر صاحب حرف خودشه، به هیچ کسی هم هیچ ربطی نداره. این در وهله اول. من خودم شخصا قدیمی ترین استریمر آپاراتم، مثلا 96 دارم تو آپارات استریم. نه من با استریمر فیت دادم، حاشیه بیزارم. Shut the fuck up, okay؟ الان مسابقه بچه، الان مسابقه کاملا فره، هر کی جون بکنه خلاصه تو مسابقه مقام بیاره دیگه، برید حالش رو ببرید دیگه، قرقرم نکنید، همه چی الان هم. من خیلی ناراحت شدم واقعا، یعنی ببین به خدا قلبم شکست واسه اینکه یک سال من دارم واسه این قضیه تلاش میکنم بچه‌ها، به خدا. طرف میاد چیکار میکنه؟ استریم میذاره 24 ساعت، بعد حالا به ما ربطی نداره، کلا دارم میگم این مسابقه غلطه. میاد مثلا نمیدونم ایکس ایگرگ فامیلشو میذاره جای خودش، هر چی تعیین شد، هر چی مشخص شد دیگه پروندهشو ببندیم دیگه، در موردش صحبت نکنیم دیگه، به هم بی احترامی نکنیم. وقتی من میشینم پشت سیستم 300 تا ویو دارم، وقتی داداشم میشینه 150 تا ویو داره. نه این حرف شما درسته، چرا داداشت میشینه؟ وقتی داداش من میشینه 150، یعنی محتوای من چی؟ محتوای کم ارزشی که ویوش میاد پایین. بعدش هم هیچ قوانینی در این خصوص نمیده که چه شخصی باید پشت سیستم باشه. اصلا چه بین خودمون چه اما بی که گفت رفتم دکتر، حجتم زور واسه من دونیت کرد، گفتم داش 100% باشو بیا، خودش نیومده دیگه. کسی دیگه هم که گفت دیگه فکر کنم همه گفتیم دیگه. چی به من گفته بودم با علی به من گفت ساعت 9 شب باش، ساعت 9 شب دیشب. گفتم خب اوکی. 9 شب دیشب ما پیام دادیم گفتیم علی چی شد؟ گفت محمد نیستش، فردا فلان یا هر وقت دیگه ای که باشه. بعد من گفتم خب اوکی، گفتم خب حتما واسه امروز به من خبر میدن که بیام. خبر ندادن، منم نرفتم، گفتم یه بار بی احترامی نشه، چیزی نشه. بعد مثلا یه نفر استریمری که من الگو، بعد یه نفر مثلا به من بیاد بگه که آقا تو پارسال حقت نبود پنجم بشی. اون کسی که 15 ساعت استریم میکنه حول پول. نه بهتون بی احترامی دارم میکنم، نه بهتون حرفی میزنم. شما رفتید صحبت کردید، لیمیتش کردید 5 دقیقه، کردیدش 5%. 5% لیمیت هم به کنار کردیدش. چند دقیقه کرد؟ چند دقیقه کرد؟ چند تیم دنیا ساعتش حساب میشه 500. 5% کم به کنار، یعنی 5%ش به کنار، باز 5 قهرمان شه.
آقا میخوام به طور خلاصه باتون توضیح بدم که اصلا درام از کجا آمد، اصلا چی شد. آپارات طبق معمول هر سال یه مسابقه برگزار میکنه. امسال مسابقه 200 میلیون تومان پرایزشه. حالا تو این مسابقه آپارات یه سری پارامتر هست که یه سری استریمرها رو ناراحت کرده و اونا اعتراض کردن. حالا پارامتر چی هست الان میبینیم. تعداد خرید روبی و ساب که این موضوع ناراحت کننده بود واسه استریمرها. من حتی شنیدم طرف از شماره کارت مامانش، خود استریمره از شماره کارت مامانش رفته بود کلی ساب هدیه داده بود به بچه داخل استریمش، که مثلا بچه میرفته مثلا کمی رو خرج میاره واسه خرید ساب و روبی که امتیاز بیشتر میگیره. پارامتر بعدی مدت زمانی که داری استریم میکنی. این موضوع خیلی از استریمرها رو ناراحت کرده. اینجوریه که هر کی بیشتر لایو باشه اصلا ویوش مهم نیست. هر کی بیشتر لایو باشه یعنی تایم آزاد بیشتری داشته باشه ناخودآگاه اول میشه. سر همین تا پارامتر استریمرها بالا با هم دعواشون شده بود. حالا این کامنت میذاشت، اون جوابونو میداد، این داستان میکرد. حالا در کل استریمرها گذاشتن که آقا میخوام بگن که یه سری از سیاستایی که تو مسابقه آپارات هست این قانون اصلا کلا اشتباهه. اینکه اصلاح بشه بهتره و اینکه حالا اصلاحش هم کردن اولای مسابقه استوری میذاشت آپارات که آقا این اینجوری شد اونجوری شد. ولی من نظریه من این بود که ای کاش حالا اوکی شما یه تیم دارید قبول، ولی کاش حداقل به یه سری استریمرها حداقل میگفتی که آقا ما برنامه‌مون اینه، ما قرار این کار رو کنیم، این کار کنیم. یه مشورت با یه استریمر که حداقل 2 سال کارشون همینه، استریم میکنن تو سایتتون، برای چی نباید یه مشورتی بکنید که اونا حداقل یه چیزایی رو بگن که اگه اوکی درآمد هم کار انجام بدید یا مشکل نداشته باشید با اول مسابقه یا وسط مسابقه قانون عوض بشه. این بود داستان حالا درامای آپارات که حالا خیلیتون گفته بودی لایو کاملش رو بذاری. این که بچه‌ها خیلی دوستون دارم، دمتون گرم که ویدیو دیدید. بچه‌ها نتا داره قطع میشه. همین همتون هم در جریانید. قشنگ قراره همین بری همه چی قراره قطع بشه، گوگل، اینستا، یوتیوب. واسه از همینجا بهتون میگم دمتون گرم که تو این 1 سالی که من تو یوتیوب فعالیت کردم ساپورتم کردید. دم تک تکتون گرم. خیلی عشقی دوستتون دارم واقعا. و اینکه می‌خوایم به کسرا زنگ بزنیم و حرفا آخر از اون بشنویم و ببینیم چی میشه. شاید ویدیو آخرمونه، از کجا معلوم. به عنوان last man in the world، یعنی به آخر کسی که داره از اینترنت استفاده میکنه اونه از هر کسی که علاقه رو بینه رفت همین حرف من همین. لینک توییچشون تو دیسکریپشن میذارم، حتما یادتون نره که فالو داشته باشید که قراره یه سری برنامه‌های سالا که فعلا نت داریم، یه سری کانتنت ها، یه سری برنامه‌های خفن داریم تو استریممون تو توییچ. حتما یادتون نره که فالو کنید. اصلا الان موضوع کامل لایو درامای آپارات رو قراره تو استریم بررسی کنیم و این داستان که اصلا چی شد و این داستان کلاب کاملش واسهتون میذارم. توییچ ما یادتون نره که فالو کنید. حتما همین الان داره که کامنت و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که بودید. خدا بزنید. خدا بزنید. عادت داری همینجوری کفتایی؟ آره واقعا جمله آماده نکردم.